یه خلبان انگلیسی به اسم جیمز وسط جنگ جهانی دوم گیر میفته که به دست ژاپنی‌ها اسیر میشه. میبرنش به یه اردوگاهی که همه چیز وحشتناکه، نه غذای درست حسابی بهش میدن، نه آزادی و نه امید تازه‌ای داره که مثلا بخواد از اونجا در بره. مجبورش میکنن با همه بجنگه، فقط واسه اینکه نگهبانا حال کنن و لذت ببرن. جیمز اولش داغونه، هم از نظر روحی، فکری و جسمی، ولی کم کم یاد میگیره که چطوری تو اون جهنم زنده بمونه. با یه سری آدما آشنا میشه، بعضی رفیق واقعی هن، بعضی فقط دنبال نجات خودشونن. مبارزهاش فقط فیزیکی نیست، بیشتر توی دلش ترس و واهمه وجود داره که با خاطرات و درداش پرده از این صحنه‌ها برمی‌داره. ادامه فیلم در کانال تلگرامی فیلمیان. An example must be made. Vito puts all the people who misbehave center stage. Fight to the death.